در آزمون این فروغی معرفت چی سوال دارم؟ سوال که خود دوباره با هم نامیناسی و شما چند نامیناسی هست؟ نامیناسی گیوگرافیک نه اونجا میریم میفهمی آخه بعد بسیارش از همون وی خودش گام میزنه اما معلموش نمیو اونو خوش رو گام میزنه همون درگه دایر با همون فناشون گپ زنن دایر بابا چند نامیناسی درست یا من نمیفهمم نامیناسیش کدومو خیلی میپرسم کورس از روی همون از نامیناسی همین دایر با مثلا فنا کدوم یا نامیناسی اشتراک دیالوگ میکنه برای شما مثلا همین معقول نامعقولش گپ زنده میسو یکی همین آزمون با شما چی داد؟ همون رنگ فروغ دیگه خیلی تومتی ها خب معلش برای میکنم رام چخته؟ نه نمیرم مال گفتی همون باید یکم کس خواست سلام علیکم دوستان عزیز یک چند لحظه اینجا هستیم با شما ما هم هنر داریم که شعر خوانده میتوانیم کسی کدام موضوعی که شعر اگر درخواست کند حتما میخوانیم شاید یکان سوال باشد یا یکان خواهش باشد آماده هستیم میروی برای چی؟ یک شعر از بدرالدین هلالی میخوانم تا به کی تند شوی بحر جفای دل من تا به کی تند شوی بحر جفای دل من چند روز به وفا کوش برای دل من گر تو می داشتی این آتش پنهان که مراست دل بیرحم تو می سوخت چه جای دل من حاشا لله که دلم ترک تو گوید به جفا که از جفاهای تو بیش است وفای دل من زان دو گیسوی دلاویز چه امکان گریز که دو زنجیر نهادند به پای دل من گر تو می داشتی آن آتش پنهان که مراست گر تو می داشتی این آتش پنهان که مراست دل بیرحم تو می سوخت چه جای دل من هر طبیبی که خبر داشت ز بیماری عشق غیر وصل تو نفرمود دوای دل من السلام علیکم برادر عزیز عبدالستار بله دل بیاری دست بکار دل بیار و دست بکار سلام از ازبکستان درود به شما برادر ارجمند ما بسیار شادیم که راه ها میان این دو دولت با هم دوست و برادر باز شده است و با افتخار میگم که اولین ایجادکاری بودم که وقتی که 2018 سال راه ها باز شد اولین ایجادکاری بودم که در این موضوع شعر گفتم و اگر حاضر خاطرم به خاطرم آید حتما برای شما چند مصرع آن را میخوانم بین دو دولت صلاح ایجاد شد بین که از نو دوستی بنیاد شد مردمی خرسند در فریاد شد نقشه های اهریمن
برباد شد. راه از زنجیر و بند آزاد شد. روحی جامی و نوایی شاد شد. این دو سرور بین که با فرزانگی، عیب دانسته به خود بیگانگی، مشکلی بین دو ملت را به هم برطرف کردند با مردانگی. راه از زنجیر و بند آزاد شد. روحی جامی و نوایی شاد شد. تاجیکی نمیدونم، خیلی ما هم نمیدونیم. ازبکی را متاسفانه خب نزد شما اگه آدمی تاجیکی فهم باشد همین شعر رو ترجمه کند و این شعر به زبان ازبکی نیز ترجمه شده است، ولی متاسفانه چکنیم که ما نمیدونیم زبان شما رو و شما زبان ما رو. لیکن هرچند که برای به هم خیلی نزدیکند اما کم بیش بازم نفهمی دارد. خب سلامت باشید عبدالستار قادیروف. مهم که شما اینجا هستید با ما. سلام علیکم. توک 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 توک. سلام علیکم. این ما در یوتیوب افری مستقیم داریم. اون شعر بخونه بخونه. چرا؟ وایفای دو نه دقیقه گرام کنید دست. من قرضار میشم با؟ معلش بیا با خفه نشا. السلام علیکم. رشان تغلگن کنی بلن تر بک لب بریب تغلگن کنی دی. Нет. Аскни. Аску. همه خیمه پس نمیکنی ها؟ سلام. توک توک آور گرسو. نفهمیدم. اونهای غیر توجیکو نیستن چی بود در یوتیوبی من. سلام علیکم. شما اون رفتنه خیلی بیاد خیلی. چی لگ ده کجا؟ ها؟ امید. السلام علیکم میجان. خب دوستان عزیز، نمیدونم در این
میفری مستقیم ما کسی هست نیست. من یک چند دو بیتی از استاد لایر میخونم، اگر باشیدان گوش کنید. سلام ای گل، سلام ای گلشن من، همه باری غم در گردن من. مرا نشناختی تا زنده بودم، شناسی خوب بعدی مردن من. ز عشق دلفگار و سینه چاکم، ز هجرت خسته جان و دردناکم. بر روی خاک یادی من نکردی، کنی یادم چند در زیر خاکم. ز عشقت سینه را افروختم من، تو را همچون کتاب آموختم من. دلت با من سرت با دیگری بود، از این ناسازگاری سوختم من. ز عشق تو کجا جای گریز است، مرا هر یک نفس با تو عزیز است. به من بازی ابروی کجت گفت که دنیا رسم کجدار و مریض است. اگر ای دوستان اهل صفایید، به درد شاعران گر آشنایید. اجل چون چشم شاعر را بپوشد، شما دیوان شعرش را گشایید. من هم خیلی کرمونم سرتم هم بایمی هم خیلی کرمونم سرتم تیش خیانت کار. ها؟ نه من نمیگم، من آدمی رنگی باید نیستم. تشکرم جان. این ما چیکار کنیم که مردم تماشا کنن؟ ما همه قد زده سیمیش که نیست اینجا. شما هم خیلی رفته نمیدن؟ من نمیدونم. باید خیلی گوید که من اونجا بگوش. زمان با کس نبوده هیچ صادق، زمان با کس بود یاری منافق. الا ای عصر 21 عجب نیست، که آغازت بود انجام لایق. همه دوستان عزیز، اگر شما چنین خواهش دارید که در لحظه فراغت شما شعر خوانیم، غزل خوانیم، در کامنت های ما بنویسید، زیرا که در همه یوتیوب هم بغیر از مدینه مرزایی دیگه هیچ که پیدا نمیشه، آدم زیغ میشه. خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی، محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی. ای دوست الهی که در این عالم هستی سرزنده باشی و سرزنده باشی و همین چیزی غلطی دست مثل چهارم با سرزنده تو باشی و شاید سرافکنده نباشی. تشکر مدینه بانو، سلامت باشید. مینا دارم. همه به رنگ شما فعال باشن، در همه حالت فعال باشن.
خیلی من همین مهرنگر که یه شعر خواهم شاید که مخلصان زیاد شوم با شما بر تشکر مدینه بانو. من یک همکار بسیارم زیبای نازنین داریم، شعر سخن با استخوان ندارم. مهرنگر جون با یکان شعر کن برام تا به شر نکن یک شعر تو چهار میرسه خواهم گذار شما برای من شعر خونده بدین. مرا نامحترم دیدی گلی من. و از اصول لایق هست. کنی یک بار دیگر خونده. مرا نامحترم دیدی گلی من، دلم را پر علم دیدی گلی من. مرا نامحترم دیدی گلی من، دلم را پر علم دیدی گلی من. مرا بسیار دیدی پیش راحت ولی با چشم کم دیدی گلی من. خب مرحمت به مخلصای همه کانال کوهزاد بگوید که شاید به شرافت شما همین کانال ما هم آوازدار میشه. خب من یک شعر میگویم برای انسان. با نگوید دوامش شما گوید برا. یک شعر است میگه که نشسته گیره کردم پیش قسمت عادت ما نیست. بزاری و تولا یاری خواستن همت ما نیست. از این پس گیره کردن در شعار چشمهایم نیست. بدان غمهای تو بیهوده خوردن هم برایم نیست. اگر رقیب در رقابت بود بخشیدیم. اگر یک خاک راه اسپی صدها حقارت بود بخشیدیم. اگرچه دشمن از ما به نفرت بود بخشیدیم. نمی بخشم ولی خود را که عمری یادها کردم. خطا کردم، روا کردم، ندانستم چه ها کردم. آفرین مهرنگر جون. این شعر مال کی است اگر مخفی نباشد؟ یاد ندارم. بهترین. خیلی شما بسیار قرائتی زیبا دارید مهرنگر جان. استاد لایق بگمانم همه شعراشون رو به شما برای نازنینان بخشیده که میگن که اگر نازی تو در دنیا نگنجد، اگر عشق تو در دلها نگنجد، بیا و در دل شاعر مکان گیر که عشق در دل دیوانه گنجد. مگر عاشق شدن این خود گناه است، کجا از عشق عاشق را پناه است. آفرین. هیچ گاه گناه نیست. بزرگ کم چشمه ما برم. نه چشمتون زیبا است. یک بیت من خودم داشتم گر گناه هست محبت بازی، غیر من نیست گناهگار دیگر. فهمیدی مهرنگر جان؟ تو عجب بازی خوب میدونم. سلامت و سربلند زنده باشی زنده باشی. خیلی گونج دیگر گوی چی میگوید به مخلصای همین کانال ما؟ سلامتی، سربلندی، تنصیحتی و سرور زندگی را تمنا میکنم. زنده باشید. سلام علیکم خورشید جان. تشکر مدینه بانو. بهترین هم مهرنگز بانو یکی از ژورنالیست های موفق تلویزیون تاجیکستان هستند و هم با چهره زیبا هم با لحن گوارای خود همیشه در تلویزیون نمودار میشوند و چون که شما شاهد بودید شعرهای خوشی نیز قرائت کردن. دوستان یک شعر دیگر دارن من برای تو میخوانم مهرنگز جون. بعضیا همین آدمایی که نبینم پشیمان شوند که چیو ندیدم. میگن دوستان که بمان تا در دل پاکت دل من آشیان ماند، بمان در چشمهای تو جوانیم جوان ماند. تو با آن حسن عالمگیر از عالم چی میخواهی؟ بمان در شور عشق من، بمان در شور عشق من، بمان در شعر من، در عشق تو نام و نشان ماند. بمان در شعر من از درد عشق تو نشان ماند. و مثل خنده های آبشاران خنده های تو، طبیعت زاده ناتکرار آن حسن رسای تو. کنم بر چاش هر یک مصرع و هر حرف شعرم را شب توی عروسیت و قد دلربای تو. تو را می خواهم ای مهتاب در شبهای مهتابی، تو را چون خواب می خواهم در این شبهای بیخوابی. نمی آیی
نمی جویی ولی بعدی هزاران سال مرا چون استخوان رودکی از خاک می کابی. چه فهمیدی برنگز جون؟ همون چی فهمیدی؟ استخوان در لرزه می‌دارد. آفرین. استخوان در لرزه می دارد. خنت بزن، خنت بزن. خب یک شعر دیگر خواهم برنگز جون برای مخلصات. کمتر پیشین چی بخیر خبرتگی نمایون نیستی. نه نمایان هستم. آه. تو چون ترانه آمده خب زیاج گیره های به صدای من، تو در جهانی به کسی با همه سری بود سروری برای من. تو از فسانه آمدی سفیری سبزبخت و سبز آرزو، و بزم عمری رفته از سبوی بزم شراب هجر می کشم برای تو چون شفق شکفته و رغم واپسین درخش خسته برو، تو شهپر مور نموده و شکسته برو. تو چون ترانه آمدی زیاج گیره های به صدای من. آفرین. چون بهترین است. خب از استاد لای خواندیم، از استاد گلرخسار خواندیم. یک شعر دیگر از استاد بازار صابر میخوانم من. این هم برای تو بخشیده شده است مهرانگیز جان. استاد بازار صابر میگن که یکی تو قهری منو، یکی تو با من آشتی، یکی مرا تو زنده کردی و یکی تو کشتی، یکی به بوسه در لبم هزار لاله کشتی، یکی مرا تو از بهشت عشق خود بهشتی. نه از تو هم شکایت و نه از تو هیچ خشم، که من محبتی تو را چشیدم به آب چشم. قسم به هر دو دیدم که غیر تو ندیدم. شب سیاه موی من سفید شد برای تو، ادا شدم به هر شب چو ماه در هوای تو. چکیده دانه دانه اشکهای من به پای تو، ببین بها چی دادم به عشق بی بهای تو. نه از تو هم شکایت و نه از تو هیچ خشم، که من محبتی تو را چشیدم به آب چشم. قسم به هر دو دیدم که غیر تو ندیدم. قسم به هر دو اچکیم که غیر تو ندیدم. میگن دیگر با دستت گرفته گردن آوردت نمیره اونجا. شر نکن بیا. دیگر با بوسه شیرین تو آرامم نمیسازی، ها دیگر در بیت‌های شعر من هرگز نمینازی. بای بای بای. تو امشب در بر دیگر کناری بستر گرمی، ولی من مثل یک پیکر کنار خانه سردم. تو میدانی خدا را از برایت زاره می کردم که شاید آن من گردی. در این دنیای تنهایی تو شاید جان من گردی. برای تو نگفتم برای برای میگه که کزا میگن تو میدانی خدا را از برایت زاره می کردم که شاید آن من گردی. در این دنیای تنهایی تو شاید جان من گردی، ولی امروز دانستم که آن زنی کناری تو زمان بیشتر خدا گفته، زمان بیشتر دعا گفته. این شعر میدونید که از شعر فیروز عزیز، بسیار شعر زیباست. کارمند تلویزیون سفینه هستند. یکی از مشهورترین شعرهایشان همین شعر است که بسیار مقبول است، بسیار زیبا است، درست است، بسیار تصویر عجیب دارد. یعنی که یک نفر رو دوست می‌دارن، مهرانگیز کمتر دعا میگوید و آن همسری که در کنار شاعر است یا دوست داشته یا همسر خود است و از مهرانگیز بسیارتر دعا کرده که خدایا همین شخص نصیب من شود. این کمتر گفتگی. برای بیشتر دعا کنید که همون انسانی که میخواهید نصیبتون شود. آفرین مهرانگیز جان، خیلی شعر زیبا بود. خیلی دنیا به عشق و محبت دنیا نیست، دنیا تیره است. استاد حافظ شیرازی میگن که تیره آن دل که در او شمع محبت نبود.
و ما نیز تمنا میکنیم که در دلهای شما دوستان عزیز و ارجمند همیشه شعله محبت نورپاش باشد. اینجا میگن همه دختر اویله داره، نه شوک آتیست. حالا دختر یاش هستین، حالا خیر اگر خدا قسمتش به درست کرده باشد حتما یکون همسری خوب پیدا میکنند و یا همسر ای رو پیدا میکنه، یک توی میکنه و من در آن توی حتما برندگی میکنم. چی گفتی میرنگه جان؟ نیت خود میدارم. بعد هم میگم که بر بزم شما با دل شاد آمدیم، با مهر و محبتی زیاد آمدیم، با چهره خندان و کشاد آمدیم، بر تهنیتی روزی مراد آمدیم. مبارک شد میرنگیز مانو، مبارک شد. این رپیتیسه ده. سلامت و سربلند باشه. خب دوستان عزیز و مهرانگیزم رفت از پس کار و بار خود و من نیز با شما خداحافظی میکنم. 22 ساله مهرانگیز میگن، چند سال 22 ساله است مهرانگیز مونم. با شما خداحافظی میکنم دوستان عزیز. خب اگر وقتی افتید امکانات افتید در این کانال که ما دستگیری کنید، زیرا که اگر مشکلی دارد برای مشکل رفع کردن گفتن کم بیش میفری مستقیم کنید و من مو کردم میفره کن برای دستی راهبران یوتیوب. تا شعرهای آینده، تا دیدار آینده شما رو با خدای پاک میسپاریم. باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست، گر زندگی است دیده به دیدار میرسد، گر عاشقی است لب به لب یار میرسد. خیر لب